تفسیر ما مطابق فهم سلف، عبادت ما مطابق فهم سلف، عقیده ما مطابق فهم سلف. فقط چرا که او مردم مستقیم علم از کجا فرا گرفته؟ از رسول الله صلی الله علیه وسلم. باز یکی از دیگش از دیگش فاصله خیلی کوتاه با نبوت دارن. از امو خاطر منهج از ما منهج سالم است، خطایی نداره. اما پس آنها بسیار گډوډی ها پیدا شده، رقم آرا و نظریات و سیاست ها رقم بازی کرده. پاچا آمده در مملکت اعلان کرده غیر از مذهب شافعی دیگه کسی موندن نمیمانم شه. بس زور سری مردم شافعیت پذیرفته، آلی او حق میشه. پاچا به زور پذیرفته باشه حق شده نمیتونه. منهج سلف اختیار کردن. چرا انسان خطا میشه اگر منهج سلف نگیریم؟ و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. بچه جوانکای جدید برآمده صیغه را هم نمیشناسه، حتی کلمه را معنا و مفهومشه. تاپی کفر سری کلگی لگانده است. تو کافر هستی، تو کافر هستی، تو تذکره گرفته کافر هستی، تو شهادت نامه داری از این دولت کافر هستی، تو رسمیت بنیاد داری کافر هستی، تو چیست است بگوه برس برد آمده کافر هستی، تو در اینجا زندگی میکنی کافر هستی. خب تو در حج رفته ای، او جواه در حج قانون عربستان سعودی را پذیرفته ای، او حکومت کافر است، تو کافر هستی، تحاکم به غیر الله میکنی. خلاص در دنیا فقط کی مسلمان باقی مانده؟ امی 3-4 دانه بگوه لوچک، یاره لوچک بگوه یقین به الله بکنه کلمه خود درست نمیفهمه، لیکن به فتوای کفر چی است؟ این فتنه بزرگ است. الله این امت نگاه بکنه، سخت فتنه بزرگ است. جوانای ما را بیچاره را در هر جای شکار کرده رویسته. تو یک دفعه مطالعه عمیق بکن، دین به فهم سلف تو باید بشناسی، آیت ترجمه و تفسیرش بدانی. اوجا میگه نه یک نظر قبول نداره، اوجا باز میگه یعنی این تفسیر از ابن عباس ابن کثیر ضعیف گفته، دیگه وقتا قول عالم نمیپذیری، باز اینجا سندی تا قول یک مفسر میگه که ضعیف گفته. عجیب است، بسیار سخت است این گپا. آخرنا که میگه مایه خرسندی برای اولای ما باشه و آخرنا برای آخری ما باشه. آخریا بدانه که سلفی ما مکمل رایش حق بوده، چرا که الله دعایشان مستجاب کرده. و آیتا من که نشانه باشه برای کسایی که پس از این میآید، یعنی بالای نبوتی تو یا سبب زیادت یقین دیگران شود، دلیل بالای او کسایی که غایب هستند منکر از نبوتی است، سر از دلیل شود. کلی معنا داره. آیه علامه بالای نبوت، آیه دلیل بالای نبوتی تو کسی که منکر است، و آیه به معنای چیسته؟ نشانه یقینی کامل شود برای من که از جانب تو. ورزقنا و انت خیر الرازقین. ورزقنا ما را روزی بده یا الله، ما را روزی بده. عیسی علیه السلام محتاج است به روزی، به رزق محتاج است، خوردن میکنه خودش هم. و انت خیر الرازقین، یقینا تو بهترین رزق رسان هستی. الله که به کسی رزق میرسانه دروازه ها را اعلام میکنه، پرسان نکن، میرسانه. قال الله انی منزل، الله متعال فرمود من نازل کننده استم امی مایده را علیکم بالای شما. خلیکن قانون الله است. ایمان دو قسم است، یکی به استدلال و دلیل است، یکی به مشاهده است. ایمان که به مشاهده شد و باز تو ایمان نگری که هر چیز با چشم سر ببینی، باز دیگه قانون الله طور است که این قوم مکمل هلاک میشه. از این پیش که بنا بر دلیل ایمان می آوردی یک عذر برد بود، الله تو را عذاب نمیکرد. لیکن آلی که مشاهده با چشم سر میبینی، قانون الله است که کدام ملت و قوم معجزه فرمایشی طلب کرده و بعد از مراعات معجزه را نکرده هلاک شده. قوم صالح علیه السلام ناقه را طلب نکرد، طلب کرد. مشرکین مکه به پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، گفتن امی کوی صفا را یک دم طلا بگردان. پیغمبر علیه السلام زیاد حرص بالای ایمان مشرکین مکه داشت. چرا؟ زیاد حرصی چرا بود؟ تمام اقوام و قبایل پراگنده عرب منتظر ازی بودن، ما بین خود گفته بودن، گفت میگذاریم امی قومشوی مردکه، اگر قوم غالب آمد مردکه را از بین برد، نورون علی نور، نعوذ بالله، میگه ما از غمش آرام میشیم خلاص. اگر نه که این مردکه غالب آمد قوم، معلوم شد که دعوتش حق است، بازو جمام میپذیریم. از همون خاطر حرص قوی پیغمبر بالای ازی بود. عبس و تولا،
توجه که طرف عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه نمیکرد پیامبر علیه السلام، به این خاطر که حرص ریزی کلانا داشت. لیکن الله که نخواه نمیشه. پیغمبر علیه السلام دعا کرد یا الله صفا طلا بگرده. جبرئیل امین آمد گفت الله متعال سلام برات میگه، خو لیکن ایره بگو که ایره طلا بگردم، خواهنده اگر قومت قبول نکرد قانونی الله است که باز مکمل هلاک میشه. یعنی که نه صفا را طلا نمیگردم، بلکه دروازه رحمت و توبه همیشه باز باشه. پیغمبر علیه السلام گفت نه، دروازه رحمت و توبه باز باشه. از همون خاطر دروازه رحمت الله باز است، توبه الله باز است. گبیسته که کسی پیدا شوه عاجزی را اعلان بکنه، واقعا به هوش بیا طرف الله باز رجوع بکنه. در اومد دروازه توبه تا او وقت بسته نمیشه که آفتاب از مغرب نبرایه. این قیامت بزرگ است. یا هر کس که قیامت صغرایش قایم شوه، یعنی در وقت غرغره نرسه، تا او وقت دعا و توبه قبول میشه، توبه انسان قبول میشه. قال الله انی منزلها، الله متعال میگه من روان کننده هستم این مایده را علیکم بالای شما، خو لیکن قانون این مرا بشنوی. فمن یکفر بعد منکم، کسی که انکار میکنه ناسپاسی از این نعمت بزرگ الله میکنه بعد و پس ازی منکم از جمع شما، فانی اعذبو، یقینا مور عذاب میدم، عذابا بیتر عذاب لا اعذبو که عذاب نمیدم احدا هیچ کسی را من العالمین از مخلوقات سخت عذاب برش میدم. مایده نازل شد یا نشد؟ الله خیطور گفت. بعضی مفسرین قائل به است که نازل نشده. چرا؟ ترسیدن که اگر ما نپذیریم باز مشکل زیاد میشه. لیکن قول راجح است که بله مایده نازل شد و حوارین شکرگزاریش کردن. وی که منکر بود این نازل شده. الله متعال وعده کرده بود. دلیلش چیست؟ میگه الله وعده کرده او الله وعده خود خلاف نمیکنه. و از قال الله یا عیسی ابن مریم، قابل یادآوری است در آن وقتی که اصل مقصود اینی گپ است. آلی میگه الزام سری نصاراست. مردم ها خیلی زیاد همین تهمت ها را بسته میکنه. امروز میگه فلانی شخص که وفات میکرد گفته مردم ده فلانی مرض اگه براتان پیش شد و پیش من نامده باز خودم علامت کنی، یعنی فلانی مرض من زموارش هستم. اگر یک کسی همینطور گفته باشه از او که ملحد دیگر نیست. یا مردم خبرش ولی میگم، من میگم از او که ملحد دیگر نیست. پیغمبر علیه السلام از خود تب دفع کرده؟ تانسته؟ عایشه رضی الله چطور میگه؟ در آخر موت خود آن قدر فشار سری پیغمبر علیه السلام بود که دستمال در آب تر میکرد، باز دزو در سری خود چی میکرد؟ میمان. دستی خود در آب میزد، پس یک قدر توی شدید بود سرش. پیغمبر الله از خود تب دفع کرده نمیتونه. در جنگ احد دندان مبارک میده میشه، شهید میشه، روی مبارک زخمی میشه، او را دفع کرده نمیتونه. امروز یک کسی که کلمه را یاد نداره و که میبره وصیت میکنه که اگر فلان مرض پیش من آمده خودم علامت کنی. این دعوا امی مبتدعین و ملحدین همیشه اینمی دعوا را داره، اینمی دعوا را داره. یک صحابه گپ نزده، گفته کسی سند پیش که میتونه تابعین علمای بزرگ در اومد تیر شده گپا را قطعا نزده. در عصر آخر نفر پیدا میشه اینطوری دعوا داره. الله متعال میفرماید و اذ قال الله، قابل یادآوری است در آن وقتی که الله متعال میفرماید اگر این موضوع در وقت قیامت باشه، باز دیگه چیسته؟ قال به معنی یقولوس، در آن وقتی که میگوید الله متعال در روز قیامت یا عیسی علیه السلام، چرا خیلی تعبیر به ماضی کرد که میگوید مضارع معنا داره؟ بسیار مسائل است که تعلق به آخرت داره. الله تعبیر به ماضی میکنه و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، آواز داده یا میده، لیکن به خاطر یقینی بودنشی طور است مثل که داده. ما شما میگیم گاهی وقت برات میگه که اینی کارا بکو، شمرده ایره کدش بشمار، بالکل شوده خواه نشوده، ای خود زمان دیگه میاد. به خاطر یقینی کردنش تعبیر به ماضی میگن. در آن وقتی که میگوید الله به عیسی علیه السلام بچه مریم انت قلت للناس، آیا تو فرمان دادی للناس برای مردم اتخذونی مرا بگیرید و امی مادری مرا الهین معبودا، پرستش ما را بکنه، سجده ها بکنه
نظرا را به نامه ما بکنید، گرد ما طوافا را شروع کنی. همینطور گفته من دون الله، بغیر از الله متعال. قال عیسی علیه السلام در جواب میگه سبحانک، پاکیست برای تو، در عقیده من مکمل تو پاک هستی از هر نوع عیب و نقصان. ما یکون لی، برای من مناسب نیست، گنجایش نداره. دیگه خود چی میکنی؟ ان اقول که ما بگویم ما او ترگه لیس لی بحق، که ما هیچ لیاقت زیره ندارم، نه از حیثیت عقیده نه از حیثیت رسالت. این سخن برای من مناسب نیست، گنجایش نداره. این خود شرک است. شرک، کلمه شرک و پیغمبر خود معصوم است. ان کنت قلته، اگر گفتم، فقد علمته، تو یقینا دانسته. استدلال میکنه که هیچ چیز از دایره علم تو بیرون نیست. اگر گفته باشم خود علم تو وجود داره. تعلم ما فی نفسی، تو میدانی آن چیزی که در نفسم است. ولا اعلم، نمیدانم ما آن چیزی را فی نفسی که در نفس توست، امو نفسی که لایق شان توست. انک انت علام الغیوب، یقینا تو عالم الغیب هستی، چیزای پنهان الله تو میدانی، من نمیدانم. یک توجیه است. بعضی میگه و اذ قال یا عیسی ابن مریم، در آن وقتی که گفت الله متعال به عیسی ابن مریم انت قلت للناس، این قبل از اینکه قیامت شود در دنیا یا در چیست آسمان، الله برای موسی علیه السلام گفته تو گفته ای مردم، برای مردم اتخذونی که بگیره مرا و امیه مادر مرا الهین معبود من دون الله و غیر از الله. اینا عیسی علیه السلام میگه که سبحانک ما یکون لی ان اقول، برای من مناسب نیست، هیچ حق ندارم، گنجایش نیست که من اینطور گپ بزنم. دیگه ای در دنیا یا در آسمان برشی سخن گفته شده. قولی راجح اول است، چرا که مکالمه تعلق به آخرت داره. موسی علیه السلام الله سوال میکنه تو گفته ای؟ خیلی خوب. ما قلت لهم الا ما امرتنی، نگفتیم به این مردم مگر آن چیزی را گفتیم امرتنی که تو مرا مامور ساخته بودی، بهی برساندن همون چیز که در اصلش عقیده توحید الله متعال بود. هر پیغمبر که آمده ولقد بعثنا فی کل امه ان اعبدوا الله رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا الله ربی، که عبادت الله را بکنه، عبادت یک الله را بکنه. ربی که مالک و متصرفی است، قابلیت عبادت داره، چرا که مرا هم تربیت الله کرده و ربکم مالک متصرفی شما هم است. کسی که مالک و متصرف است او حق دار عبادت است. دیگه ما چطور حق دار عبادت شوم؟ و کنت علیهم شهیدا، مبودم بالایشان شاهد حاضر یا خبردار مادم تو فیهم، تا وقتی که در بینشان بودم موجود بودم. فلما توفیتنی، هرگاه که تو مرا مکمل گرفتی، اگر این مکالمه در آسمان شده باشه دیگه اینجا توفیتنی مرا مکمل گرفتی، امرای روح جسدم در آسمان ما بالا کردی. کنت انت الرقیب، تو شدی مراقب، تو شدی نگهبان علیهم بالای امتی ما که چی کارا کردن چی نمیکنه، من خبر ندارم. دوم فلما توفیتنی، هرگاه که مرا وفات کردی به مرگ طبیعی ما. این اگر مکالمه آخرت باشه مراد از توفیتنی مرگ طبیعی است. کنت انت الرقیب، تو بودی نگهبان و حاضر مراقب علیهم بالایشان. و انت علی کل شیء شهید، تو بالای همه چیزا حاضر و ناظر هستی. اینا از او خاطر پیغمبر علم نداره، طرف جهنم که برده میرن، پیغمبر علیه السلام امتی گفته صدا میکنه، لیکن برشان ملائک میگن که این قومی است که لا تدری ما احدثوا بعدک. عیسی علیه السلام مکالمهش نقل کرد که نصارا که آلی پرستش میکنه تو برش گفته ای، الزام بالای نصاراست. نصارا دعوا داشتن میگه عیسی علیه السلام ما را خودش گفته که این کارا بکنی. الله متعال میگه قطعا نه، این کارا عیسی علیه السلام نگفت. امروز بری قبرا را کاش که زنده میشدن که از پیش سوال میکردیم. اگر علی رضی الله عنه زنده می بود شاید که میگفت که نه، ما خوب پیغمبر مرا مامور کرده بود که هر قبری که از یک بلس بلند است تو را چپا میکنم. ما اینطور شخص بودم، ما خب برای محو شرک بت پرستی قیام کرده بودیم. پیغمبر به می خاطر آمده بود که شرک باقی نمانه، لیکن امروز سر قبر پیغمبر شرک میشه، سر قبر پیغمبر، سر قبر علی، قبر مزعومی، قبر خیالی، هیچ حقیقت هم نداره. دیگی کلان، حلقه کلانو،
این از چی جور کرده؟ حالا نقشو نگار که گنبد بده، مجاورا در اونجا زندگی کنه، کفترا در اونجا دانه پیدا بکنه، نظرای غیر الله شود. کلش عجیب گپاسته. بزرگترین فتنه برای مردم افغانستان به نام قبر سخی که در مزار است، بزرگترین فتنه است. از این که دیگه فتنه بزرگ نیست. تباه و برباد شدن مردم در اینجا. حکومت اسلامی است. چه رقم حکومت اسلامی است؟ طالبان دعوای نظام اسلام هم میکرد، لیکن عقیده توحید نه 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 نه. امور ریاست بر حال بود زمان ازوام. ریاست روزه مبارکه. کدام روزه؟ بوتا قطیتوب میزنی چی؟ عالم عرب برای ما گفت میگه بت بیران کردن خیلی مهم بود، یا قبر سخی بیران کردن سبب فتنه و فساد مردم، سبب واقع شدن در شرک مردم زیارت سخی شده یا بت بامیان؟ کدام مسلمان کدام روز در بامیان رفته به خاطری بود کسی عاجزی کرده باشه؟ او بیران میشه اینه. چرا نه؟ اولیاء پرستی یا شخص پرستی در کدام سرحد رسیده؟ الله متعال سند تیر میکنه بالای قوم عیسی علیه السلام. امی قسم ان شاء الله سند تیر میکنه سری مردمایی که بزرگای دین نعوذ بالله الله جور کرده، حاجت روا جور کرده، مشکل کشا جور کرده. در موسما برش سفر میکنه، طوافا میکنه، سجده ها میکنه، لیکن یا اعلان بیزاری را میکنه. شما باور به الله بکنه که امام ابو حنیفه رحمه الله اعلان بیزاری بکنه که یا الله من مردم نگفته بودم که امیر یک گپی خشکی مرا که در مقابل حدیث پیغمبر بود این حتما عمل بکنه، گپی پیغمبر بگذاره. نه 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 نه. امام ابو حنیفه رحمه الله چیغ بزنه که یا الله ما گفته بودم اذا صح الحدیث فهو مذهبی. وقتی که حدیثی صحیح ثابت میشه رای ماست، امیر رای ماست. کلی حدیث ها برای امام ابو حنیفه رحمه الله نرسیده. در بغداد زندگی کرده، در کلی مملکت ها صحابه در کلی ممالک فتوحات اسلامی شده، پراگنده شده، حدیث های پیغمبر مکمل پراگنده شد در مختلف جاها. کلی حدیث ها نه به امام شافعی رحمه الله رسیده، نه در امام مالک، نه در امام ابو حنیفه، نه در امام اهل سنه که 7 لک حدیث یاد داشت احمد ابن حنبل رحمه الله، برای از اون نرسیده کلی حدیث. توی دیگه اماما خوبت هیچ خود آرام بگیره. حنبلی ها که داد لاف نزنه، ما خو هیچ لاف نزنیم که امام اهل سنت است. مرتبه منزلت احمد ابن حنبل مردم یک دفعه درک بکنه، در یک جنازش 60,000 نصرانی مسلمان میشه. در طول تاریخ بزرگترین جنازه از احمد ابن حنبل رحمه الله شده. واقعا امام اهل سنت است. خیر چرا؟ کلی حدیث ها رسیده بود؟ نه، از امو خاطر هر کدامشان گردنی خود خلاص کرده. و الله قسم اگر به این دعوت داده باشه که فقط پشت ما بیایه، نه 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 نه، قطعا این گپا نگفته. در حیات و زندگیشان شاگردایشان قطعش مخالف است. ابو یوسف و محمد رحمه الله شاگردای رشید امام ابو حنیفه رحمه الله است، اما در هر معامله در بسیار اگر 3 لک مسئله را امام صاحب گفته در 1 لکش حتما مخالف است قطعش. امروز تو ملا همین گپ هم درک کرده نمیتونی. یکیش میگه مولوی متوکل از امام ابو حنیفه زیاد میفهمه. و برادر ما خداوا نکردیم، ما قدر و قیمت از ما داریم. دیگه چی میگه؟ این فقه 1200 ساله را از بین میبره. ما فقه را از بین نمیبریم. و فقه که به استناد کتاب الله و سنت رسول الله استوار باشه بالکل فقه است، ما قبول داریم. اما اگر اینطور فقه بود که از امام ابو حنیفه رحمه الله هم نبود و این نوشته بود که اگر کسی برای استشفاء قرآن کریم و پیشاب نوشته میکنه درست است، اینطوری مسئله را ما قبول نداریم. این نه فقه امام ابو حنیفه رحمه الله میشماریم، قطعا نمیشماریم. میشماریم اینطور گپ اگر موجود بود. اگر اینطور گپ موجود بود یک شوهر در مشرق است خو زنش در مغرب است، اولاد آورد ما این را زانیه نمیگیم. چرا نمیگیم؟ به خاطر که امکانی کرامت است که او کرامتان آمده باشه اینجا قطع زن خود خو کرده باشه. باز خود کلی زنا دعوا میکنه میگه شوی ما چیسته ولیست. این مسئله امام ابو حنیفه رحمه الله نیست. یک دفعه فقه را مطالعه کنید، در فقه بسیار گپاست، کلی گپای فقه را بپذیریم. حالا یک دم در لرزه میایم اینطور بار خطا میشیم. تو یک دفعه بسیار مسائل در اینجا بگم که ما برات نشان بدم که باز ما دزو بدانی که وی بگروزی. جناب ما را متهم به این نکنی این مردم فقه را قبول نداره، این مردم مذهب قبول نداره، این مردم بیادبی علما را میکنه.
نعوذ بالله. ما عالم خیلی پرتبه پایین بیادبیش نمیکنیم چی جای از که یا اسلافی ماست. خب لیکن بیایی که ده حق تسلیم شد و به الله قسم حق چار نیست. اسلام تجزیه قبول نمیکنه. یک اسلام است، 4 تا اسلام نیست. هر کدامشان همی دعوا را داره. تلاش کردن که ما اصل سنت رسول الله را به مردم بیان بکنیم. خب لیکن معصوم نیست، پیغمبر نیستن، خطا شده. اقرار میکنی نمیکنی؟ در روز قیامت این همینطور استاد شاکی الله ما یار دعوت نداده بود، خودشان فقط این گپا را کرده بودن. ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو عذاب میدی، عیسی علیه السلام میگه برای الله ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو عذاب میدی مردم را، عین عدل تست، مبنی بر حکمت است. و انهم عبادك، ای بندگان توست، مملوک و در اختیاری توست، هیچ کس سری حق اعتراض نداره. چرا؟ مالک در مملوکی خود هر نوع تصرف میکنه. و این تغفر لهم، اگر تو بخشش میکنی یاره، پس نیستی تو نعوذ بالله که عاجز باشی، از او خاطر تو بخشش میکنی. به ندادن عذاب عاجز نیستی. فإنك انت العزیز الحکیم، یقینا تو الله عزیز زبردست هستی، اراده که بکنی نافذ شده نیست. الحکیم، حکمت والاستی، اگر بخشش هم بکنی ما انتقاد نداریم. چرا؟ هیچ کاری تو بدون حکمت نیست. پیغمبر علیه السلام این آیت که میخواند باز چی میکرد؟ خواب سخت گریان میکرد، طلب دعا کرد از الله متعال که الله امت مرا مغفرت نصیب بکن. الله قبول کرد بغیر از مشرک، مستثنا مشرک شد که پیغمبر صلی الله علیه و آله امت بخشیده میشه، خب مشرک بخشیده نمیشه. مشرک کسی که صفات الله را به مخلوق قائل است، مخلوق به الله در صفات شریک میکنه. امروز ببینه که چقدر شرک روان است. قال الله هذا یوم ینفع الصادقین، الله میفرمه این روزی است که نفع میده صادقین. صادقین کی را میگه؟ کسایی که واقعا راستین هستند، راستکار هستند در عقیده، در عمل، در اقوال، کلش راست است. نفع میده صادقین چی؟ صدقهم، راستیشان، راستی عقیدهشان، راستی عملشان، راستی گفتارشان، همه چیزش راست، دروغ نه. لهم جناتون، برای از یا باغ‌ها از تجری که روان میباشم، من تحتها، در زیر درختها، قصرهایش الانهار و جویا، خالدین فیها، همیشه میباشن ابدا به طریق دایم. رضی الله عنهم، الله از یا راضی میباشه. یک کسی که زندگی خود مطابق دستور الله انجام داده باشه و خود به الله تسلیم کرده باشه، الله اکبر، الله از پیش راضی نباشه. این اعلان الله متعال برای صحابه کرده. و رضوا عنه، یا از الله راضی میباشه. چرا؟ به خاطر که الله توفیق ایمان درست در دنیا برش نصیب کرد و اینجام جنت الله اردویش نصیب ایمان بگردانه که در دنیا واقعا در راه حقیقت روان باشیم و اونجام الله ما را در جنت ببره. ذالک الفوز العظیم، این همی کامیابی بزرگ است که در دنیا زندگی تا مطابق دستور و نظام الله سپری کرده باشی. از این که در نعمت بزرگ نیست، در هر لحظه شکری الله را بکشی، در هر لحظه، او الله بازم در جنت ما را داخل کنه. کامیابی بزرگ است. لله ملک السماوات والارض، سوره مائده تمام میشه. مسائل حل و حرمت بیان شده بود، احکامی بود که ما مکلف بودیم، نداء و چیز صداها برای مؤمنا بود که اینی کار انجام بده. چرا این کار را مشروع کرده یا یک چیز حلال دیگر حرام کرده؟ لله، خاص در اختیار الله است. ملک السماوات، اختیارات پادشاهی آسمان ها، والارض، از زمین، هر معاملت، تغییرات، تبدلاتی که میاد اختیار الله. 4 سمت زمین میگه 4 پیر داره، اینا به نام اقطاب یاد میکنه. فلانی قطب در فلانی سمت. اقطاب چرا میگه؟ که در هر قطب اداره داره. نعوذ بالله. آیت قرآن بپذیریم یا گپای خیالی پیراره؟ کدام میشه؟ آیت قرآن. الله میگه لله، در اختیار الله است. تقدیم ما حق و تاخیر افاده چی نمیکنه؟ حسره، خاص. اینطور هم نمیگیم در اختیار الله است، خاص در اختیار الله است. ملک السماوات، پادشاهی آسمان ها، نظام آسمان ها، والارض، در زمین، چیزی تغییرات، تبدلات، زمین در زمین میاد، در هوا، فضا میاد، شب روز، همه گپا، مرگ، زندگی، باران نه باران، قیمتی ارزانی، کلش در اختیار کیست؟ الله. و ما فیهن، آن چیزی که در آسمان و زمین است کلش در اختیار
الله متعال است. و هو علی کل شیء قدیر. الله سر هر چیز قدرت داره، هر نوع اراده که بکنه میتونه یک چیز حلال یک چیز حرام میکنه.